السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی، کسانی که در مورد سحر جادو و جنیات ترس هراسی دارند یا اینکه خواطر از این هستند که مبادایی که سحر جادویی بر آنها تاثیر کند و اینکه جن بر آنها مسلط شود، در این مورد یک دعای زیبای از رسول الله صلی الله علیه و سلم به میراث داریم که هر نفر اگر در صبح و شام این دعا را 3 بار بخواند و بر خودش صاف کند، انشاءالله از جنیات و سحر جادو در امان میماند. دعا چنین است: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق و زرع و برع. این دعای زیبا را هر صبح و هر شام برای خودتان بخوانید 3 باری و صاف کنید در خودتان و انشاءالله از تمام نمود جنیات و سحر جادو در امان میمونید. در حفظ من دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله.